خب به نام خدا و با سلام. جلسه امروزمون همونطور که عرض کردم خدمتتون در مورد سکونسینگ قرار هست صحبت کنیم که مبنای بسیاری از در حقیقت داده ها و یافته هایی هستش که ما در بیولوژی های تروپوت یا سیستمز بیولوژی ازش استفاده میکنیم. در جلسه قبلی صحبتی کردیم در مورد مبانی سیستمز بیولوژی و اینکه در حقیقت در سیستمز بیولوژی ما سعی می‌کنیم یه دیدگاه هولیستیک داشته باشیم نسبت به سیستم‌های مورد مطالعه و تفاوتش رو باید از دیدگاه فلسفه علم بدونیم. در حقیقت اون بخشی از فلسفه بیشتر به فلسفه علم مربوط هست که بهش میگیم اپیستمولوژی، که در مورد نحوه به دست آوردن دانش هست، برخلاف شاخه دیگه از فلسفه که بهش میگیم متافیزیک که سوالات کلی در مورد خود وجود میپرسه، در مورد اینکه چه چیزهایی وجود دارند، categories of being چی هست، آیا فقط مثلا دنیا از ماده تشکیل شده یا علاوه بر ماده چیزهای دیگری هم وجود دارن، مفهوم فضا، زمان، کازیشن، اینها سوالات اصطلاحاً آنتولوژیکال هستند که شاخه از متافیزیک هست. اما اپیستمولوژی که ترجمه شده اپیستم در لاتین به معنای شناخت هست، به معنای دانستن هست. اپیستمولوژی یعنی شناخت شناسی، اینکه ما چطور میتوانیم دنیای اطرافمون رو بشناسیم. و اینجا سوالاتی مطرح می شود که اصلا طبیعت دانش چی هست، محدودیت هایی که دانش بشر میتواند داشته باشد چی هست. و یه سوال خیلی خیلی مهم این که اگر ما میخوایم در مورد دنیای اطرافمون دانشی کسب کنیم، آیا این دانش باید با استدلال و استنتاج به دست بیاید یا با مشاهده یا با ترکیبی از هر دوی اینها؟ و اینجاست که در حقیقت اون بحث های مهم مربوط به فلسفه علم در حقیقت متولد میشن. بحث های دیگر هم در فلسفه هست و البته ما اصطلاحاً فلسفه های مضاف هم داریم، یعنی غیر از اون سوالات جنرال، فلسفه اخلاق، فلسفه مذهب، فلسفه آموزش، تاریخ، هنر، فیلسوفی آف لنگویج، فیلسوفی آف ساینس و همینطور فیلسوفی آف مایند. و اون بحث اصلی در سیستمز بیولوژی از دیدگاه فلسفه علم بحث متد هاست، همون متد هایی که در حقیقت مربوط به این میشوند که ما سیستم رو چطور باید بشناسیم. و از هولیسم و ریداکشنیسم صحبت کردیم. ریداکشنیسم فارسیش چی میشد؟ تقلیل گرایی یا تحویل گرایی یا فروکاست گرایی، که ما میایم یک کل رو تقسیم میکنیم به اجزایش و اون اجزا رو بررسی میکنیم، در حالی که در هولیسم ما سعی میکنیم اون چیزی رو که مورد بررسی قرار میدیم به صورت کلی بررسی کنیم یا حتی در کانتکست بزرگتری مورد مطالعه قرارش بدیم. اپروچ غالب در علم تجربی در چند صد سال گذشته چه اپروچی بوده که بسیار هم موفقیت آمیز بوده، منتها محدودیت هایی هم دارد. از جمله اون محدودیت ها این هست که شما ممکنه تصویر کلی رو در دیدگاه های ریداکشنیستی از دست بدید و به همین خاطر الان این بحث مطرح هست که ما به جای ریداکشنیسم که بعضی ها حتی ریداکشنیسم بین فیلدهای علمی رو هم مطرح کردن، وقتی میخوایم بیایم به یه موجود زنده نگاه کنیم، به جای اینکه ریداکشنیستی به صورت یک کلاک فنومنون به قول پاپر بهش نگاه کنیم، به عنوان یک کلاود فنومنون بهش نگاه کنیم. و حالا این یه جورایی منجر به تولد رویکردهایی شده که سیستمز بیولوژی هم جزو اونهاست. گفتیم با سیستم ساینس، سیستمز مدیسن، کامپیوتیشنال و متمتیکال بیولوژی، بایو سایبرنتیک، سینتتیک بیولوژی، دیتا ساینس و بیو انفورماتیک اوورلپ بسیار بسیار زیادی داره و در حقیقت اگر بخوایم یه دیاگرام بهتری ترسیم کنیم یه همچین ماهیتی خواهد داشت و برای درک بهترش طبیعیه که باید از اونها هم استفاده کنیم. خدمتتون عرض کردم که من خلاصه رو بگم بعد خدمتتون هستم. خدمتتون عرض کردم که متدهایی که ما در سیستمز بیولوژی استفاده می‌کنیم متدهایی هست که برخلاف مطالعات کلاسیک بیولوژی که تعداد کمی از آنالیت‌ها یا مولکول‌ها رو بررسی می‌کنن، اینجا تعداد زیادی رو بررسی می‌کنن. مثلا در سطح ژن‌ها به جای اینکه یک، دو یا چند ژن رو بررسی کنیم از متدهای ژنومیکس که امروز می‌خوایم در موردشون صحبت کنیم، در سطح RNA از متدهای ترانسکریپتومیکس، پروتئین پروتئومیکس و همینطور اومیکس های دیگر استفاده میکنن. و در گذشته ذهنیت این بوده که این مطالعات اومیکس همراه با مطالعات نتورکی که بین اون مولکول ها هست، همین ها عملا میشن سیستمز بیولوژی. خیلی ها این ذهنیت رو داشتن، در حالی که این دیدگاه صحیح نیست، به خاطر اینکه مطالعات اومیکس فقط قسمت دیتا رو برای ما فراهم میکنن و صرف این که من دیتاهای زیادی داشته باشم معناش این نیست که اینفورمیشن یا نالج یا ویزدم زیادی دارم. بسیار بسیار مهم هست که این دیتا رو بشود تبدیل کرد به لایه‌های بالای دانشی و عملا وقتی به اینجا برسیم میتوانیم کار انجام بدهیم. یعنی هر قدر هم دیتامون زیاد باشه که زیاد هم شده ولی نتونیم به لایه‌های بالاتر این رو تبدیل کنیم، اون دیتامون تاثیرگذاری خاصی نخواهد داشت که در مورد مثال‌هاش صحبت کردیم و عرض کردم خدمتتون که بسیار مهم هست که نسل جدید پژوهشگرا که شما هستید بتوانید لایه‌های بالاتر رو با ابزارها و
دانشی که دارید بسازید، وگرنه ممکنه که 50 سال دیگه دیتابیس های ما اندازهشون 10 ها برابر اندازه های فعلی باشه، اما هنوز ما در حل مشکل کنسر یا خیلی از بیماری‌های دیگه ناتوان باشیم. گفتم دو گروه ابزارها لازم هست: ابزارهای آنالیز داده و ابزارهای مدلینگ. ابزارهای آنالیز داده، دیتا انالیسیس، بسیار بسیار مهمن که ما بتوانیم از این بیگ دیتا هایی که داریم یک سطح بالاتر بیایم. بیگ دیتا ویژگی هاش چی بود خانم اکبرزاده؟ آفرین. 4 تا وی داره، حجمش بالاست، انواع مختلفی دارد، سرعت تولیدش بسیار زیاده و البته خیلی مهمه که بتوانیم، حالا این ورسیتی از ویژگی‌های خود دیتا نیست، کوالیتی کنترل دیتا است که ما باید بتونیم انجامش بدیم. و یعنی شما حجم زیاد و انواع زیاد و سرعت زیاد داشته باشید ولی دیتاتون غلط توش زیاد داشته باشه، هر گونه کاری روش عملاً بی‌فایده است. خب بعد خدمتتون عرض کردم که این قاعده هرم میشود دیتای اومیکس که این لول های مختلف رو داره، این لول های مختلف رو داره: ژنومیک، ترانسکریپتومیک، پروتومیک و خیلی چیزهای دیگه. اومیک های دیگه هم داریم مثل لیپیدومیکس، مثل متابولومیکس که من فکر کنم نوشتم، مثل فنومیکس و خیلی چیزهای دیگه. و این لایه های داده رو وقتی که داریم برای اینکه بتونیم بفهمیم و درکشون کنیم، آنالیز دادهمون استاتستیکس لازم داره و بیو انفورماتیک. استاتستیکش چه چیزهایی لازم داشت آیه هاشم زاده؟ غیر از این که من بتونم میانگین و مود و مدین و واریانس و استاندارد دیوییشن و اینها بگیرم و تی تست و انووا و کروسکالوالیس و رگرسیون ساده انجام بدم که میشود آمار پایه، چه چیزای دیگه ای لازمه؟ دیگه چی؟ همینا بلد باشم کافیه. میتونم دیتاها، این آمار پایه با یکی دو تا سه تا متغیر کار میکنه، ولی وقتی من از دیتاهای اومیکس دارم صحبت میکنم تعداد خیلی خیلی زیاد هست. چیکار میتونیم بکنیم آقای رفسنجانی؟ چی باید بلد باشیم؟ مدل سازی. هنوز به مدلینگ نرسیدیم. باید کار با روش‌های آماری مورد استفاده در مطالعات با تعداد زیاد متغیر رو بلد باشیم. یعنی اینجا دیگه تو سیستمز بیولوژی شما دو تا متغیر ندارید که من به یه گروه مثلا یه ماده رو اومدم اضافه کردم و بعد یه ژنی رو دارم اندازه‌گیری می‌کنم یا دو تا رو دارم اندازه‌گیری می‌کنم. دارم هزاران یا گاهی وقتا صدها هزار ژن رو، سکانسشون رو، سطح آر ان ای شون رو، گاهی وقتا پروتئینشون رو بررسی می‌کنم و حتی فراتر از اون نتورک هایی که بین اینها تشکیل میشه. پس من اگر فقط آمار پایه بلد باشم در حدی که ما بلد هستیم این کافی نیست. چیا رو باید بلد باشیم؟ کار با متغیرهای متعدد رو باید بلد باشیم که حالا من بعضی از اینها رو چون دانشجوی پی اچ دی واحد بیوانفورماتیک پیشرفته داشتن، مثلا کلاس واحد آمار پیشرفته داشتن، تو یوتیوب توی آپارات گذاشتم، مثلا کلاسترینگ و کلاسیفیکیشن اونجا فکر کنم درس دادم براشون. مالتیپل رگرشن رو خاطرم نیست، ولی به هر حال حالا اگر بخوایم یاد بگیریم باید بریم اینها رو در حقیقت فرا بگیریم. این ابزارها رو اگر که نداشته باشیم، با اون ابزارهایی که به صورت پایه یاد گرفتیم، با این حجم دیتا هیچ وقت نمیشود کار کرد. و البته حالا در کور اینها یه چیزی، یه مفهومی که فارسی چی میگن؟ بهش میگن داده کاوی یا دیتا ماینینگ، که بشود از اون داده ها، در اون داده ها کاوش انجام داد و ازشون اینفورمیشن و نالج و اینها رو استخراج کرد. حالا شما سوالی داشتید بفرمایید. آخر جلسه. بسیار. این شد قسمت استاتستیکش. طبیعتاً اینها رو باید بلد باشیم، ابزارها رو هم باید بلد باشیم. یا دانستن این با دانستن این با همدیگه فرق میکنن. خیلی وقتا من مثلا بچه‌ها میام میگم که شما مثلا متدهای آماری رو بلدید، میگه آره من کد نوشتن در آر رو بلدم. کد نوشتن در آر متفاوت هست با اینکه من مفهوم دایمنشن ریداکشن رو آشنا باشم یا مفهوم اکسپلوراتوری دیتا انالیسیس یا مالتیپل رگرشن رو بلد باشم، یا اینکه من مثلا در اکسل یه سری محاسباتی رو انجام میدم. اینها ابزارهایی هستن مثل یه وسیله نقلیه‌ای که ما سوارشون میشیم. خود اون وسیله نقلیه که مسیر رو برای من تعیین نمیکنه. من باید بلد باشم مقصدم کجاست و چه مسیر رو برم. حالا که مقصد رو میدونستم و مسیر رو هم بلد بودم، اگر سوار یه وسیله نقلیه مثل اکسل باشم و رانندگی باهاشو بلد باشم، یا سوار آر بشم یا پایتون بشم و رانندگی باهاشو بلد باشم، میتونم به مقصد برسم. اشتباهی که بسیاری از افراد میکنن، شاید خود من هم یه زمانی این اشتباه رو داشتم، این بود که فکر میکنن اگر با یه نرم افزار آشنا باشن و مثلا آر بلد باشن یا مثلا فرض کنید که پایتون بلد باشن، این معناش اینه که متدهای مربوطه رو هم بلدن، در حالی که این دو تا با هم دیگه
فرق میکنن. من وقتی میخوام از اینها استفاده کنم باید بدانم کی از کدامشان به چه شکلی استفاده کنم. حالا قدیما که این نرم افزارها نبود، ریاضی‌دان‌ها اینا رو می‌دادن رو کاغذ می‌نوشتن که البته محاسباتش خیلی خیلی سخت بود و این کارها رو مجبور بودن اونجا انجام بدن و کامپیوتری هم در کار نبود، ولی این کارها رو انجام میدادن. حتی در مراکزی که نیاز به کارهای محاسباتی خیلی زیاد داشتن چیکار می‌کردن اون زمان که کامپیوتر نبود؟ دستی انجام میدادن، ولی دستی انجام دادنش بسیار بسیار کار سختیه. چیکار می‌کردن؟ یه سری کلمه کامپیوتر رو آشنا هستید باش؟ کلمه کامپیوتر، این کامپیوتر ما الان به این میگیم کامپیوتر. کامپیوتر قدیما حدود 50 60 سال پیش به آدم‌هایی میگفتن که کار محاسباتی انجام میدادن. حقوقشون هم پایین بود، معمولا خانم بودن به خاطر دیسکریمینیشنی که وجود داشت. خانم‌هایی که استخدامشون میکردن تو محاسبات خیلی خیلی قوی بودن. این فیلم رو اگر که ببینید خیلی خیلی خوب هست، به اسم Hidden Figures. این خانمایی که اینجا هستن مربوط به زمانی هستش که ناسا یه سری پروژه های مربوط به در حقیقت حالا به اصطلاح سفر به ماه و این حرفا رو داشتن طراحی می‌کردن و کارهایی که داشتن انجام میدادن بسیار محاسبات سنگینی داشت، محاسبات هندسی تحلیلی بسیار سنگینی داشت. که پرتابه رو وقتی که پرتاب می‌کنید، الان پرتابه رو وقتی می‌خوان محاسبه کنن که این مثلا موشک این فرض کنید که سنگی که پرتاب کنید چه جوری میره، شما میتونید از نرم افزار کامپیوتری استفاده کنید بر اساس جرم اون و نیرویی که بهش وارد میشه و مقاومت هوا مسیرش رو براتون تعیین میکنه. اما اون زمان همچین چیزی وجود نداشت. معادلات فیزیکیش وجود داشت ولی محاسباتش رو کسی نبود که انجام بده. اون زمانی که اینها داشتن کار میکردن میشه دهه 50 و 60 و بعد یه سری افرادی رو استخدام میکردن که حقوق زیادی هم بهشون نمیدادن. اینا میشدن کامپیوترها، یعنی محاسبه‌گرها. و بعد این داستان در مورد چند تا از این کامپیوترهاست که بعد میان و فراتر میرن از اون محاسبات پایه‌ای که میتونستن انجام بدن، وارد پرابلم سالوینگ میشن و این کارهایی رو انجام میدن اون زمان که کارهای بسیار بسیار تاثیرگذاری هست و خیلی خیلی خوبه که در حقیقت این فیلم رو ببینید. بسیار بسیار آموزنده است. یه چیزهایی هم واقعا در مورد واقعیت جامعه، این قضیه مال دهه 1960، واقعیت جامعه آمریکا در اون زمان میگه که اصلا آدم تعجب میکنه. یعنی حالا البته من مطلع بودم ولی خب به هر حال چیزای دیگه میدونستم، ولی اون دیسکریمینیشنی که وجود داشته بین مثلا فرض کنید سیاه‌پوستا و سفیدپوستا اصلا چیز عجیبیه واقعا. که مثلا کسایی که رنگین پوست بودن داشته کار میکرده، مثلا میگه میخوام برم دستشویی، میگن دستشویی تو 2 کیلومتر اون طرفتره از این دستشویی که سفیدپوستا دارن استفاده میکنن که نمیتونی استفاده کنی، باید بری اونجا و بعد برگردی وسط مثلا کار محاسباتی. و حالا خیلی خیلی آموزنده است به نظرم، این چیزا رو آدم باید بدونه. بسیار خوب. حالا پس بلد بودن، پس اینها وجود داشتن بدون اینکه اینها وجود داشته باشن و الان اینها وجود دارن و یاد گرفتن اینها با اینا متفاوت هست. حالا من یه الگوریتمی که برای بچه‌ها نشون میدادم، حالا فعلا خیلی مورد بحثمون نیست. بیوانفورماتیک چی باید بلد باشیم؟ آیا بیوانفورماتیک پایه که من فرض کنید بدونم NCBI چی هست و چند تا دیتابیس رو بلد باشم کافیه؟ خیر. 2 مرتبه این برای کارهای معمولی بیولوژی کلاسیک لازمه، کافیه، ولی برای کارهای در حقیقت پیشرفته تر لازم نیست. باید خیلی چیزهای بیشتر رو بدونیم، کانسپت های بیشتری بدونیم و دیتابیس های بیشتری. و این دوتا رو که داشتیم حالا میتونیم بیایم سراغ آنالیز داده های اومیکس، ولی این دوتا رو اگر که نداشته باشیم نمیتوانیم داده های اومیکس رو آنالیز کنیم. این یه قسمت داستان بود. قسمت دوم داستان بحث مربوط به مدلینگ داده ها بود که مدلینگ متفاوت هست. مدلینگ یک رپرزنتیشن ساده شده از واقعیت. مدل های فیزیکال رو داریم، مدل های کانسپچوال رو داریم، مدل های متمتیکال رو داریم و البته باید بدونیم که مدل ها همیشه با واقعیت فاصله دارند، همیشه اپراکسیمیشنن، عین واقعیت نیستن. و بعد ما مدل هایی رو داریم که میدونیم در داخلش داره چه اتفاقی میفته که بهشون میگیم مدل های مکانیستیک، و مدل هایی رو داریم که نمیدونیم در داخلشون چه اتفاقی داره میفته، بهشون میگیم مدل های بلک باکس و فنومنولوژیک. در گذشته عمده امیدی که دانشمندان داشتن برای مدلینگ دقیق سیستم های بیولوژیک این بود، اما الان امیدی که دارن این یکی هست. حالا اینها هم اهمیت خودشون رو تا حدی دارن، ولی به خاطر اینکه ما خیلی وقتها نمیدانیم در داخل یک مجموعه بیولوژیک مثل سیستم ایمنی ارتباطات چطور هستن، ممکن ارتباطات کیفی میدانیم ولی ارتباطات به صورت کمی نمیدونیم. به صورت کیفی من میدونم این دندریتیک سل به این تی سل آنتیژن رو پرزنت میکنه و اینو فعالش میکنه، اما این امکان رو ندارم که این رو به صورت معادلات ریاضی بنویسم، چون تا به صورت معادلات ریاضی ننویسید یک
فاقد دقت خواهد بود. 2 قابلیت پردیکشن نخواهید داشت که الان 5 دقیقه دیگه چی میشه، 10 دقیقه دیگه چی میشه، غلظت آنتیژن 2 برابر کنم چی میشه. ما میگیم فعال میشه، مثلا ممکنه به از سطحی بالاتر بره غیر فعال میشه و داده های کیفی و ارتباطات کیفی به هیچ دردی نمیخورن. اینکه بهش دردی نخورن، به درد مدلینگ آموزشی میخورن که فقط شما یه شکلی رو روی صفحه کاغذ بکشید. و همین خاطر این مدل ها علیرغم اینکه هنوز داره روشون کار میشه، مثل معادلات دیفرانسیل و چیزهای دیگه، ولی عملاً خیلی تاثیرگذار نبودن. مدل های فنومنولوژیک یا مدل های بلک باکس اینن که این وسطش رو شما نمیدونید چه اتفاقی داره میفته، ولی یک ابزاری دارید که میتواند از روی ورودی ها خروجی ها رو برای شما پیش بینی کنه، که اینها میشن همون مدل هایی که در حقیقت مدل های به اصطلاح ماشین لرنینگ هستند که باید یاد گرفته بشوند و در حقیقت اون داستان ها رو انجام بدن، که حالا بعدا اگه فرصت شد من در مورد این ون دیاگرام صحبت کنم. پس این قابلیت ها و این قابلیت ها لازم هستن که بتوانیم یه چیزی رو از اینجا استخراج کنیم. و حالا اون دید هولیستیکی که در سیستمز بیولوژی مد نظر هست اینه که ما دیتا رو بگیریم و با این چیزها بتونیم به یه دید هولیستیک برسونیم. یعنی سیستمز بیولوژی ریشش در ریداکشنیسمه، داره مولکول و ذرات رو بررسی میکنه، اما شاخه هاش میخواد در حقیقت یه حالت هولیستیک داشته باشن. که البته یه اشاره‌ای هم که کردم این بودش که یه مفهوم دیگر هم هولیسم داره، که اون مفهوم دیگه چی بود؟ کی یادشه؟ اصلا گوش نمی‌کردید من. یه معنای دیگر هم هولیسم داره که مربوط به در حقیقت اون دیدگاه‌هایی هست که وقتی از هول داره صحبت میکنه، منظورش هول به معنای جنبه‌های مادی و معنوی وجود انسان هست. اون یه هولیسم دیگریه، اون یه هولیسم دیگری هست که حالا در مذاهب شرق آسیا و اینها به انسان میگن ما وقتی میخوایم کل نگر باشیم یا دید هولیستیک داشته باشیم، یعنی فقط جسمش رو نباید ببینیم، فقط جسمش رو نباید ببینیم، باید جنبه‌های معنوی و روحانی او رو هم ببینیم. که این دیدگاه هولیستیک خب در علم مدرن با توجه به اینکه پارادایم غالب، کی از پارادایم غالب صحبت کرد؟ پارادایم غالب در علم تجربی فعلا یه پارادایم فیزیکالیسته، یه پارادایم متریالیسته، یعنی فقط به ماده نگاه میکنه. اون الان در حقیقت جز مینستریم به حساب نمیاد. سایکولوژی وجود دارد، منتها به عنوان یک فراورده ای از ذهن انسان، نه به معنای یک بعدی مستقل یا به هر حال فراتر از بعد مادی انسان. تو سیستمز بیولوژی منظور من از هولیسم اون هولیسم نیست، ولی خب واقعا این مهمه که در یه زمانی اون هولیسم هم باید وارد داستان بشه. و نشانه های زیادی وجود دارد که افرادی که به هر حال بعد معنوی زندگیشون بعد قوی هست، اینها زندگی های خیلی سالم تری دارند. روحانیون دین های مختلف که میبینید اینها عمرهای خیلی خوبی دارن بدون اینکه خیلی ثروتمند باشن. حالا که وقتا شوخی میشه میگن چون خیلی خوش میگذره به روحانیت، مثلا نه اینطور نیست، خیلی هاشون زندگی خیلی معمولی دارن. یا عرضم به حضورتون که خیلی چیزهای دیگر، افرادی که بعد معنوی زندگیشون بسیار ضعیف هست، فقط بعد متریال زندگی رو، اینها نه کمیت عمرشون بسیار خوب هست نه کیفیت عمرشون. شاید از نظر مادی وضعیت مناسبی داشته باشن، اما از نظر کلیت در حقیقت زندگیشون اینطور نیست. خب حالا میخوایم وارد اون قسمتی بشیم که پایه‌ای ترین سطح داده ها رو برامون فراهم میکنه که میشه داده های ژنومیک و البته بعد ترانسکریپتومیک. من در مورد سکونسینگ تا یه حدی تا یه ساعت آینده براتون مطالب رو بگم و بعد وارد بحث های دیگه بشیم. بفرمایید کنش. در واژه صحبت کنیم میشه مثلا طب سوزنی میگه که فکتی براش تا نمیدونم با آره ببینید حالا اون هولیسمی که به اون معنا هست که مصداقی بخوایم صحبت کنیم، حالا میشه در موردشون صحبت کرد. منتها اون دیدگاه هولیستیک روی کرده مشخصی رو معرفی نمیکنه که این کار بکنید یا این کار بکنید. ایده کلیش این هست که موجودی به نام انسان یا حتی سایر موجودات صرفاً بعد متریال ندارن، صرفاً بعد مادی ندارن. اینطور نیست که وجودشان خلاصه بشود در این ساختار بافت و سلول و مولکول. یک بعد معنوی یا بعد روحانی هم دارند و اگر شما می‌خواهید به انسان، به سلامتش و به بیماری‌هاش و به صورت کلی به صورت به حیاتش یک دید جامع داشته باشید، نمی‌توانید بعد معنوی رو نادیده بگیرید. این صحبتش این. حالا بر اساس این دیسیپلین‌های مختلف با این برداشت اومدن وارد داستان شدن، دیسیپلین‌های مختلف اومدن وارد داستان شدن. و این همونطور که میگم در علم مدرن، که این علم مدرن وقتی میگیم
در حقیقت به اصطلاح علم مدرن منظورمون اون علمی هستش که بعد از رنسانس در اروپا شروع شد و حالا با انقلاب علمی و سایر چیزها اون علم دیدگاه بعد معنوی در مورد انسان نداره. بحث‌های روانشناسی درش مطرح میشه ها، منتها حتی همون بحث‌های روانشناسی هم که مطرح میشه که من به فلسفه ذهن اشاره کردم، خیلی ها دیدگاهشون اینه که اون بعد روانی انسان یک در حقیقت رپرزنتیشن یه چیزی هست که در اثر فعل و انفعالات درون مغز داره اتفاق میفته و اصلا به کانشسنس، به احساسات، به هر حال اون چیزهایی که بعضیا بهش میگن معنویات یا روحانیات به عنوان یک امر فراتر یا مستقل نگاه نمیکنه. میگه همونطور که مثلا صفرا از کبد یا ادرار از کلیه تولید میشود، ما یه مفهومی داریم به اسم مایند که این مفهوم مایند در اثر فعل و انفعالات الکتروفیزیولوژیک مغز به وجود میاد. حالا در اون فعل و انفعالات گاهی وقتها ممکنه که من در اثر تغییر اون فعل و انفعالات الکتروفیزیولوژیک و نوروکمیکال، نوروترانسمیترهای مغز، مثلا احساس شادی داشته باشم یا احساس غم داشته باشم یا احساس خشم داشته باشم یا احساس محبت داشته باشم، ممکنه احساس غرور داشته باشم، ممکنه احساس سرشکستگی داشته باشم، ممکنه که منجر به حالاتی بشود که من افسرده هستم یا به هر حال مشکلات مود دارم یا مشکلات سایکوتیک دارم. همه این چیزها در حقیقت رپرزنتیشن هایی هستند یا برآمده هستند از این چیزی که در مغز داره اتفاق میفته. بازم مادیه، یعنی همه اینها مشتقات ماده هستند، انواع احساسات، ایموشن ها، حتی حس هوشیاری که ما داریم اینا مشتقات ماده. تو فلسفه ذهن این مطرح میشه دو گروه هم دیگه توی فلسفه ذهن، دوالیست ها و مونیست ها. دوالیست ها میگن مایند وجود دارد، متر هم وجود دارد، ذهن وجود دارد، ماده هم وجود دارد. حالا بعد بعضیا میگن که آیا این ذهن همان روح هست که در ادیان گفته میشه یا متفاوت؟ حالا اونجا بحث میشه. یه دم مونیستان میگن نه فقط ماده وجود داره. البته یه گروه از مونیست ها رو هم داریم که میگن فقط به اصطلاح عالم ایمتریال وجود داره، ماده رپرزنتیشن هست. حالا اونها یه گروه خیلی خاصی هست. اون دیدگاه کلی دیدگاه مونیستی متریالیستیه، یعنی تک‌گراست، یک چیز وجود دارد. اینجا همون بحث فلسفه که میگیم آنتولوژی، عالم از چه ساخته شده است؟ میگن فقط از متر ساخته شده و از رپرزنتیشن های متر که البته انرژی هم جزو ماده به حساب میاد. این قسمتی که تو این اول گفتم که این بحث بسیار بسیار مهمی هم هست. بستمش توی فیلاسوفی آف مایند. سوال اصلی اینه، فیلاسوفی آف مایند، فلسفه ذهن، که این کانالی هستش که من بسیار بهش علاقه‌مندم که حالا نمیدونم بهتون معرفی کردم یا نه، اسم کانال Closer to Truth، که نوروساینتیستی هستش در یوتیوب، شاید حدود 2000 تا الان ویدیو داشته باشه که با افراد مختلفی که در زمینه‌های مختلف کار میکنن میاد مصاحبه میکنه. یکی از چیزایی که خیلی ازشون سوال میکنه بحث در حقیقت همین مایند و متر هست و فلسفه ذهن هست. بسیار بسیار جالبه چیزهایی که پرزنت میکنه. عرضم به حضورتون که بله، بحث این هستش که اینها جدا هستن یا خیر. در علم مدرن که چیز هستش میگیم نه، یه دونه است و مایند مستقلی وجود داره، همه چیز متریال هست. حالا دیدگاه ادیان ابراهیمی و مکاتب دینی غیر ادیان ابراهیمی مثل بودیسم و امثالهم این هستش که نه، فقط یکی نیست، عالم متریال وجود دارد، عالم اسپریچوال هم وجود دارد، حالا بگیم عالم ذهنی یا عالم روحانی یا عالم معنوی، و اون توجه خاص خودش رو لازم داره و دیگه جامعه نگر نسبت به انسان نمیتواند اون رو نادیده بگیرد. حالا بعد اینجا میاد دیسیپلین های مختلفی مطرح میشه که هر کسی، خب ادیان ابراهیمی که مشخص هست میگن که به هر حال بعد روحانی انسان بسیار مهم هست و این چیزیه که بعد از مرگ به حیات خودش ادامه میده و بعد چطور باید حفظش کرد، تربیتش کرد با مسائل اخلاقی، با ارتباط با خداوند و اینها. ادیان شرق آسیا خیلی دیدگاه در حقیقت بیشتر اخلاق محور هستن، خیلی بحث در مورد آفریننده عالم نمی‌کنن، در مورد خدا خیلی وارد بحث نمیشن و اونها هم اعتقاد به این قضیه دارن، منتها میگن که حالا اون روندهای اخلاقی مربوط. حالا بعضی از طب‌های آلترناتیو مثل طب سوزنی نگاهی به اون بعد هم دارن، منتها معناش نیست که اینها با اونها یکسان. خب حالا بریم، این بحث خیلی مهمیه، ولی خب حالا باید عبور کنیم و برسیم به مطالب خودمون. خب در طول تاریخ علم ما بعضی از دانشمندان رو داشتیم که اینها بسیار بسیار تأثیرگذار بودن در تاریخ علم و عرضم به حضورتون که
خب اسمهاشون رو کم و بیش میدونیم. حالا در قرن 20 یکی از چیزهایی که به عنوان به هر حال توانمندی علمی افراد، یکی از سنجه‌هایی که وجود داره، بحث جوایزی هست که گرفتن، هرچند که خب تنها محدود به این نیست، اما تعدادی از افراد رو داریم که بیش از یک بار جایزه مهمی مثل جایزه نوبل رو گرفتن. جایزه نوبل از چه سالی داده میشه؟ از چه کی میدادن؟ مثلا زمان رازی ابن سینا جایزه نوبل چرا نگرفتن؟ میگن ایرانی‌ها جایزه نوبل. نزدیکی ادوارد جنر چرا جایزه نوبل نگرفت؟ چرا ادوارد جنر با این همه اهمیتش جایزه ادوارد جنر، شما ایمونولوژیستید دیگه، ایمونولوژی مدرن رو به هر حال اون بحث آبله و اینکه واکسیناسیون و بحث، به خاطر اینکه جایزه نوبل از 1901، اولین جایزه نوبل پزشکی 1901، اولین جایزه نوبل پزشکی رو کی گرفت؟ خب برید یه خورده بخونید اینو به عنوان تمرین میخوام بهتون بدم بنویسید. برای این کلاس هم باید تمرین انجام بدید دیگه. حالا یه تمرین میخوام بدم نرم افزاریه، ولی اینا رو برید یاد بگیرید. 5 تا جایزه نوبل اول پزشکی رو کیا گرفتن؟ بسیار بسیار من توصیه میکنم بهتون به ویژه جایزه نوبل رو تو نیمه اول قرن 20، چون اون زمان ابزارها خیلی ضعیف بودن و تفکرات بسیار قوی بودن. الان تفکرات هم قوی ان ولی خب ابزارها قوی شدن. نیمه اول قرن 20 رو برید بخونید، ولی همش ازتون نمیخوام. 5 نفر اول کیا بودن و برای چی جایزه نوبل گرفتن؟ 5 نفر اول کیا بودن و برای چی جایزه نوبل گرفتن؟ همین رو در مورد فیزیک و شیمی هم انجام بدید. اولین جایزه نوبل فیزیک رو کی گرفت و چرا گرفت؟ اولین جایزه نوبل شیمی رو کی گرفت و چرا گرفت؟ کار سختی که نیست که ها. 3 تا فیلد مختلفه. صفحه مربوطه هم از کجا میتونید برید بخونید؟ از ویکی‌پدیا میتونید برید در بیارید. حالا ویکی‌پدیا وقتی که واردش میشید، وقتی که اگر بنویسید نوبل پرایز، در ضمن ما دو تا کلمه نوبل داریم میدونید دیگه. یه نوبل اینجوری می‌نویسن که اسم آقای آلفرد نوبله، یه نوبل اینجوری می‌نویسن که به معنی فرد شریف هست و فرد مثلا فرض کنید که این نوبل با اون نوبل فرق میکنه. نوبلی که اینجوری اون مهندس سوئدی بوده که در حقیقت جایزه نوبل رو پایه‌گذاری کرده، ولی این نوبل دیگه معنای دیگه داره. خود نوبل پرایز رو اگر که بیاید سرچ کنید در ویکی‌پدیا، خب یه جدولی داره، ولی بعد لیست برنده‌های نوبل رو باید بیاید در بیارید. لیست برنده‌های جایزه نوبل رو حالا مستقلاً هم میتونید سرچ کنید، مثلا ببینید نوبل پرایز این مثلا فرض کنید مدیسین یا سایر چیزها، فیزیک عذرخواهی می‌کنم این که پرایز لورییت ها، لیست اف لورییتس، فیزیک، شیمی، پزشکی، حالا که فیزیولوژی و مدیسین، و البته لیترچر و در حقیقت ادبیات و صلح. اقتصاد بعدها اضافه شده. این ستون رو می‌بینید، اقتصاد الان خالیه. اقتصاد خیلی خیلی سال بعد اضافه شد. از 1969 اولین جایزه نوبل اقتصاد داده شد. اون اول وجود نداشت. و جایزه نوبل در ریاضیات هم نداریم. چرا نداریم؟ نه خب اون جایزه رو فیلدز اونو بعداً اضافه کردن چون جایزه نوبل. چرا جایزه نوبل ریاضیات نداریم؟ صلح چرا ربطی به ریاضیات داره؟ به خاطر اینکه نوبل اون وصیت‌نامه‌ای که نوشته بوده گفته که شیته‌هایی از دانش که مثلا تأثیر مثبتی بر زندگی انسان‌ها بذارن و از نظر اون در حقیقت ریاضیات تأثیر مستقیمی نداشته. این ظاهرشه. یک داستان دیگر هم هست، اونه که یه نامزدی داشته نوبل که عاشق یه ریاضیدان شده و باهاش فرار کرده و همین خاطر نوبل از ریاضیدان اصلا خوشش نمیومده. اینم بوده. ولی خب حالا ما جایزه نوبل ریاضیات نداریم. 2 تا جایزه مهم در ریاضیات داریم. یکی ابل پرایز هست، یکی همون چی؟ فیلدز مدال که خانم میرزاخانی برنده جایزه فیلدز شدن که یه جوری مثلا نوبل ریاضیات، ولی جایزه دیگه اسم ابل پرایز هم داره. علاوه بر بفهمید ایگ نوبل یه جایزه نوبل خنده داره که به هر حال به عنوان یک به اصطلاح چیز طنزآمیز ساخته شده. علمیه ولی علمی هایی که خنده دارن و به هر حال به اصطلاح چیزی ندارن و خیلی جایزه خنده داری. یه وقتایی برید نگاه کنید ازشون. عرضم به حضورتون که
دستگاه کودکشور کاربرد تمیز پوشک ایگ نوبل 2019 شد و این تو انگلیسی اتفاقا این ایگ نوبل رو از این ایگ نوبل گرفتن. تو انگلیسی نوبل یعنی شریف، ایگ نوبلی که NOBLE یعنی آدم بد و مثلا ناجنس. حالا اون ایگ اینو برداشتن با اون نوبلی که BEL هست سر هم دیگه کردن، شده این جایزه مربوطه و بعضی چیزاش بسیار خنده داره و جالب هم هست از جهاتی. بد نیستش حالا اگر که در حقیقت معتبر نه به اون معنا، معتبر یه تیمی داره میشینن اونجا به هر حال جایزه میدن و اینها، مثل جایزه‌ای که به بدترین هنرپیشه میدن. اون جایزه چیه؟ تمشک طلایی یا زرشک طلایی، همچین چیزی. خب پس این جوایز نوبل رو حالا اولین سالش هم دارید میبینید که کیا هستن. اون 3 نفری که فیزیک رو کی گرفته فیزیک رو؟ کیه؟ رنتگن کیه؟ بله، کاشف اشعه ایکس. اصلا یه زمانی به عکس ری میگفتن رنتگنوگرافی، که از دست خانومش که یه انگشتر داره یه عکسی گرفته. دیدید اون عکس رو؟ بعد در شیمی ون هاف که من الان یادم نیست چیکار کرده، و در پزشکی چی؟ بهرینگ، به خاطر آنتی توکسین دیفتری که بسیار بسیار چیز مهمی بوده اون زمان. واکسن دیفتری نه، آنتی توکسین دیفتری. و بعد سالهای بعد رو هم نگاه کنید، بسیار مهمه. حالا الان نگاه کنید تا 1905 و حالا سالهای بعد از این رو حتما نگاه کنید. حالا در طول تاریخ اگر من تو این جدولی که اینجا بود، حالا الان که آورده بودمش بازش کنم، در طول تاریخ اگر من بعضی اسمها رو سرچ کنم، حالا اینجا میبینید که مواردی بوده که جایزه نوبل 2 بار به یک فرد داده شده. مثل این جایزه نوبل سال 1958 ستون دوم پزشکی هست، ستون دوم شیمی هست و جایزه نوبل سال 1980. پس کسانی داریم که 2 بار جایزه نوبل گرفتن که حالا من لیستشون رو اینجا آوردم. علت اینکه این رو آوردم اینه که الان می‌خوایم با هم دیگه ببینیم. یکی از اینها آقای سنگر هست که کار بسیار بسیار بزرگی انجام داده. اما از کسای دیگه که جایزه نوبل 2 بار گرفتن، خانم ماری کوری هست 1903 فیزیک به خاطر رادیواکتیویتی و 1911 به خاطر رادیوم، تسلیس رادیوم، خالص کردن رادیوم. پالینگ هست که ایشون 1 بار جایزه نوبل شیمی رو گرفته، بار دوم جایزه نوبل صلح بوده. جان باردین که ایشون 1 بار 1956 برای اختراع ترانزیستورها که میدونید چقدر مهمن، و بعد بحث سوپر کانداکتیویتی یا ابررسانایی. و نهایتا آقای سنگر که 2 بار جایزه نوبل شیمی رو گرفته. بار اول 1958 به خاطر اینکه ایشون با متدهای سکونسینگ پروتئین که متدهای بسیار اولیه و سختی بودن در اون زمان، سکانس انسولین رو به عنوان اولین مولکولی که سکانسش مشخص میشه و سکانس پروتئینش رو مشخص کرد، و در 1980 برای در حقیقت دیولپ کردن متدی برای سکونسینگ DNA. پس می‌بینید که 4 نفر بودن که 2 بار جایزه نوبل رو گرفتن و به نظرم شاید آقای سنگر، شاید بتونیم مقایسه بکنیم، مهمترین 2 تا کار رو انجام داده، به خاطر اینکه این یکی مبناش در حقیقت باز کردن سکانس پروتئین ها بوده و اون دومی هم DNA. زمانی که ایشون انسولین رو سکانس کرد، متد سکونسینگ پروتئینی که برای اولا میدونید که تو متدهای سکونسینگ اول سکونسینگ پروتئین ها ابداع شد، چون پروتئین ها شناخته شده بودن. بعد DNA ساختارش مشخص شد که دابل هلیکس وجود داره و 4 تا در حقیقت نوکلئوتید وجود داره. بعداً در حقیقت که واتسون و کریک چیز رو پیدا کردن، متد سکونسینگ که اون زمان استفاده میشد بهش میگفتن متد ادمن، شاید تو کتابای بیوشیمی هم یا ادمن سنگر، که در حقیقت پروتئین ها رو می اومدن به قطعات مختلف یک سرشون رو لیبل میکردن، به قطعات مختلف میشکستن و روی ژل ران میکردن، که الان اون متد با ماس اسپک جایگزین شده. و متدی که آقای سنگر ابداع کرد عملاً دومین متد سکونسینگ DNA بود. برای انسولین ایشون از متد ادمن استفاده کرد و خودش هم این مودیفیکیشن های روش انجام داد. یعنی ایشون مبدع پروتئین سکونسینگ نیست، اما اولین فردیه که پروتئین سکونسینگ رو به صورت کامل برای یه مولکول در حقیقت نسبتا بزرگ که انسولین باشه به کار بره.
اما وقتی بحث DNA یا در حقیقت نوکلیک اسید ها مطرح شد، ایشون پایه‌گذار یکی از شیوه‌های سکونسینگ DNA بود و ما اینجا من شیوه‌های سکونسینگ رو براتون نوشتم که بحث این کلاس و کلاس آیندهمون هست. سکونسینگ های DNA یا سکونسینگ های نوکلیک اسید ها به 3 گروه تقسیم میشن. قبلا هم میگفتن فرست جنریشن ها و نکست جنریشن ها. الان یه خورده تقسیم بندی مودیفای شده، میگن فرست جنریشن ها، نکست جنریشن ها و ترد جنریشن ها. چون اینی که این پایین دارید میبینید از این دومی های مقداری پیشرفته تر است که ما حالا این جلسه میخوایم از فرست جنریشن ها از متد دیدوکسی صحبت کنیم و بعد آماده بشیم برای جلسه آینده. فرست جنریشن سکونسینگ ها اولین متد های سکونسینگ بودن و دو تا متد هستن. متد ماکسام گیلبرت که این هم شبیه متد سکونسینگ پروتئین ادمن بر اساس هضم شیمیایی دی ان ای هست و متد دیدوکسی آقای سنگر که از نظر زمانی متد دیدوکسی رو فکر کنم 1955 حالا باید صفحه‌ش رو نگاه کنیم آقای سنگر معرفی کرد، ولی اون زمان خیلی متد سختی بود چون باید قطعات کلون می‌شدن. ماکسام و گیلبرت وقتی اومدن متد شیمیاییشون رو در حقیقت معرفی کردن، اون متد تا مثلا در 15 سال یا مثلا 20 سال متد غالب بود برای سکونسینگ دی ان ای، ولی بعدها متد دیدوکسی دیولپ شد و عملاً جایگزین ماکسام گیلبرت شد. اینها رو بهش میگن فرست جنریشن ها. نکست جنریشن ها که بعضیا بهشون سکند جنریشن هم میگن، متد هایی هستن که مال تقریبا مثلا 20 سال اخیر هستن که بعضی از اینها متد های اصطلاحاً SBS هن، بهش میگن sequencing by synthesis و بعضیاشون متد های SBL هن، بهشون میگن sequencing by ligation که در مورد بعضیاشون صحبت میکنیم. و الان حجم عمده سکونسینگ هایی که انجام میشود تو این خانوادن به ویژه بازار دست این در حقیقت سکونسینگ هایی هست که مربوط به شرکت ایلومیناست، ولی گروه سوم در حال دیولپ شدنن، بعضی هاشون در حال کامرشالایز شدنن که باز اینها قابلیت های بیشتر رو از اون قبلی ها دارن. من یه خلاصه میخوام در مورد فرست جنریشن ها بگم چون متد سنگر هنوز به صورت گسترده مورد استفاده است. ما الان یه فراورده PCR داریم میخوایم سکانسش کنیم، میفرستیم شرکتایی که سکانس میکنن، با متد سنگر این کار میکنن و بعد حالا هر قد که رسیدیم از NGS صحبت کنیم، بقیه‌اش هم بذاریم برای جلسه بعد. قبل از اینکه از متد سنگر صحبت کنم یه کوچیک در مورد متد ماکسام گیلبرت، حالا خودتون هم بعداً مطالعه کنید بد نیست. متد ماکسام گیلبرت متدی بود که عملاً بر اساس هضم شیمیایی دی ان ای بود. قطعات دی ان ای رو میگرفتن، این تصویری که اینجا هست تصویر قطعات دی ان ای رو میگرفتن، با استفاده از یه آنزیم کیناز به یه انتهاشون یه فسفات اضافه میکردن که این فسفات رادیواکتیو بود. بعد میومدن با استفاده از سری ترکیبات شیمیایی دی ان ای رو در قطعات مختلف میشکستن. ترکیبات شیمیایی هم که داشتن، بعضی هاشون در انتهای پورین ها در ناحیه فکر کنم 5' یا 3' پورین ها ای و جی میشکستن، بعضیا فقط در جی میشکستن، بعضیا فقط در سی میشکستن، بعضیا هم در سی و تی. بر اساس این شکستن ها مثلا این سکانسی که این بالا هست که هست GCTA CGTA شکسته میشد به قطعات مختلف. مثلا 3 تا قطعه به وجود می اومد که شما ماوس رو ببینید، 3 تا قطعه به وجود می اومد که انتهاش G بود. 3 تا قطعه به وجود می اومد که عرضم به حضورتون که اسخای میکنم این کلیویج at A و G، این GCT اسخای این برش اینجاست محل کلیویج، یا اینجا الان شکسته اینجا GCT و شده GCT، یعنی قبل از A شکسته. خب یا GCTAC هست یعنی قبل از G شکسته میشد این یکی، یا GCTACGT هست 2 مرتبه قبل از A شکسته و تو همه اینها این فسفات انتهایی باید باقی میمون. حالا اگه جاهای دیگه هم میشکست که این فسفات ازش جدا میشد، دیگه این روی ژل بعداً دیده نمیشد چون فقط اونایی که فسفات در حقیقت فسفر به اصطلاح رادیواکتیو داشتن شناخته میشد. بعضیاشون فقط در جی میشکستن که مثلا این قطعه ایجاد میشد، بعضیاشون سی میشکستن، مثلا پی جی قبل از سی شکسته، جی سی تی ای قبل از سی شکسته، این 2 تا قطعه میشد، بعضیام سی به اضافه تی. همین ها رو روی ژل ران میکردن و بعد ازش عکس میگرفتن. این روی ژل که ران میکنید قطعاتی که کوچکتر هستن اول میان، بعد قطعات بزرگتر، بعد قطعات بزرگتر، بعد از روی اینها میایم نگاه میکنیم، قطعات رو کنار هم دیگه میذاریم. مثلا میگیم من 2 تا قطعه دارم که فرض کنید که بعد از توی کانال سی به اضافه تی و سی هستن، پس این سی بوده واقعا، اگر که تی بود اینجا میومد. این میشه یک چیز. بعد اینجا توی فقط کانال سی به اضافه تی وجود داره ولی تو کانال سی نیست، پس تی رو شکسته. اینجا توی کانال A به اضافه G هست، توی کانال A به اضافه G هست ولی تو کانال G نیست، پس A رو شکسته و همینطور الی آخر. رو بعد بر اساس این قطعات رو کنار هم دیگه میذاشتن و
این متد از نظر روشی روش کمیکال بود، ولی از نظر مفهومی شکستن به قطعات مختلف در نوکلئوتیدهای مختلف بود که تا سالها هم مورد استفاده قرار گرفت. آقای سنگر متدی که دیولپ کرد که بعدها رشد بیشتری کرد، گفت من میام برای شکستن قطعات بر اساس نوکلئوتیدها از یه روش دیگه استفاده میکنم که راحت تر باشد، نیاز به کار شیمیایی نداشته باشد، و متدی که ازش استفاده کرد اسمش شد متد دیدئوکسی. شنیدید این رو؟ کسی در موردش چیزی میتونه بگه؟ خانم کریم زاده، خانم اکبر زاده. آفرین. این تصویر رو دارن میگن وقتی که من رشته دی ان ای دارد رشته دختر از روی رشته مادر ساخته می شود، آنزیمی که بهش میگیم آنزیم دی ان ای پلیمراز، وقتی میخواد بیاد این نوکلئوتیدها رو متصل کنه به هم دیگه، این الان یک نوکلئوتیده و این نوکلئوتید شکل دی ان تی پی دارد، یعنی 3 تا فسفات داره، مثلا دی ای تی پی یعنی 3 تا فسفات داره، یا دی تی پی. وقتی که قراره این اضافه بشه باید چه اتفاقی بیفته؟ آها، آفرین، این 2 تا فسفاتش جدا میشن که حالا بعداً با این 2 تا فسفات کار داریم، چون توی یکی از متدهای نکست جنریشن سکونسینگ با این 2 تا فسفات که بهش میگن پیروفسفات، 2 تا با هم دیگه از این استفاده میکنه. این یکی اکسیژنش باید بیاد به کجا متصل بشه؟ به هیدروکسیل موجود روی کربن سپریم. خب حالا چه جوری شماره گذاری میکنیم اینها رو؟ شماره گذاری نوکلئوتیدها رو اگر یادتون باشه، اگر که من بیام رو همین تصویر رو فکر کنم بهتر باشه، نوکلئوتیدها رو وقتی شماره گذاری میکنیم از اینجا میگیم 1 پریم، 1 پرایم. چرا پرایم میگیم؟ به خاطر 1 2 3 4 5 رو برای خود بازه استفاده کردیم. خب برای همین میگیم پرایم که ریبوز رو شماره گذاری. 1 پرایم، 1 پریم، 2 پریم، 3 پریم، 4 پریم و 5 پریم. خب که این به صورت حلقوی در اومده اینجا می اکسیژنه. اینی که اینجا قرار داره چی میشه؟ میشه هیدروکسیل موجود روی چی؟ روی کربن سپریم، که این چیزیه که اینجا تو تصویر داریم میبینیم، هیدروکسیل موجود کربن سپریم. چی باید بیاد به این متصل بشه؟ فسفات روی کربن 5 پریم. به همین خاطره که میگیم 5 پریم به سپریم هستش، در حقیقت جهت پلیمریزیشن 5 بعد سپریم این دو متصل میشه، بعد 2 مرتبه بهش جهت حرکت 5 پریم به سپریمه و جهت اتصال هم فسفات 5 پریم به هیدروکسیل موجود در اونجا. اینطوری چه اتفاقی میفته؟ به تدریج این نوکلئوتیدها اضافه میشن. حالا آقای سنگر اومد یه کار جالب کرد. چیکار کرد؟ آفرین، گفت من این اکسیژن اینجا رو برش میدارم. حالا من نمیدونم چجوری این کار رو انجام بده از نظر شیمیایی. گفت من یه نوکلئوتیدی میسازم که اینجا اوهاش نداشته باشد. اگر اوهاش نداشته باشد، وقتی که میخواد اکستنشنش صورت بگیره، این میاد اینجا قرار میگیره، ولی آنزیم دی ان ای پلیمراز جایی نداره که این رو بست کنه و زنجیره‌ای که داشته رشد می‌کرده تو اینجا متوقف میشه. خب حالا بعد این سوال مطرح میشه، خب بالاییاش چی؟ خب نه، اینها اوهاش داشتن، این یه دونه‌ای که اینجا قرار نگرفته اوهاش رو نداشته. اسم اینها چی شد؟ شد دیدئوکسی ها. دیدئوکسی ها. چرا دیدئوکسی؟ به خاطر اینکه اینی که اینجا داریم بهش نگاه میکنیم یه دونه اوهاش اینجا کم داره. توی RNA اوهاشش هست، چون اونجا ما ریبوز داریم. اینی که اینجا هست دئوکسی ریبوزه. چرا دئوکسی ریبوزه؟ چون برخلاف ریبوز اینجاش هم باید اوهاش داشته باشه. قندها پلی الکلن. پلی الکل هایی که یه عامل آلدهیدی دارن یا عامل کتونی دارن، یعنی شما روی کربن هاشون نباید 2 تا هیدروژن ببینید، روی کربن هاشون باید یا عامل آلدهیدی و کتونی باشه یا اوهاش باید باشه. وقتی من یه همچین چیزی رو میبینم، یعنی اینکه یه قندیه که من اکسیژنش رو برداشتم، که حالا به دلایلی که احتمالاً دلایل تکاملی هستن، تو روند تکامل RNA ها با ریبوز ساخته میشدن، یعنی اینجاشون اوهاش داشته، ولی دی ان ها دی اکسی ریبوز شدن، که حالا میگن چرا این اتفاق افتاده؟ میگن احتمالاً همه تکاملی داشته که سیستم های در حقیقت چیز بتونن دی ان از RNA افتراق بدن. پس من یه دونه دی اکسی دارم، به همین خاطر میگیم دی ای تی پی، دی تی تی پی. ولی آقای سنگر اومد چیکار کرد؟ اکسیژن اینجاش هم برداشت، شد DDNTP، یعنی 2 تا دئوکسیه، 2 تا هیدروکسیلش به هم خورده. خب این DNTP، پس اینجا این دئوکسیش به خاطر نبوده اینه، ولی اینشو داره و این میتواند زنجیره رو امتداد بدهد، ولی این DDNTP. گفت من از این استفاده میکنم برای اینکه چین رو ترمینیتش کنم.
نه برخلاف متد ماکسام گیلبرت که بیا ماده شیمیایی بزنم در نقاط مختلف کاتش کنه، من در همون مرحله که داره ساخته میشه اینو متوقفش میکنم. بعد حالا خیلی‌ها پرسیدن خب اگر بیای DDNTP اضافه کنی که اصلا این رشته هیچی ساخته نمیشه. گفت نه، میام یه کار دیگه میکنم. چیکار میکنم؟ من میام DNA که در حال رشته مادر از روش داره رشته دختر ساخته میشه تو 4 تا لوله میریزم. تو لوله اول اسمشو میذارم لوله G. توی این DDGTP میریزم. تو این DDATP میریزم. تو این DDTTP میریزم. تو این DDCTP میریزم. ولی بقیهش رو نوکلئوتیدهای نرمال میریزم. خب پس لوله اول من همه DNTP ها رو دارد، DDGTP هم دارد. این دومی همه DNTP ها رو دارد، DDATP هم دارد، همه DNTP ها رو داره، DDTTP هم داره، همه DNTP ها رو داره، DDCTP داره. میشه 4 تا لوله. ها آفرین. حالا سوالی که مطرح شد این بودش تو این DNTP ها چی داریم؟ من اولین بار که یادم نگاه کردم گفتم خب اینجوریه دیگه، یعنی DATP رو داره، DCTP رو داره، تو این لوله پایینیه DATP رو داره، DGTP رو داره، DTTP رو هم داره ولی DCTP نداره. به جاش DDCTP داره. اینجوری نیست. DCTP رو هم داره. اتفاقا خیلی بیشتر از DDCTP هم داره. 9:1 نسبت DCTP به DDCTP. یعنی این DNTP که اینجا هست همه DNTP رو داره، به اندازه 1/10 DCTPش DDCTP داره. چرا همه نوکلئوتیدها رو باید داشته باشه؟ به خاطر اینکه ما وقتی میخوایم چین رو ترمینیت کنیم، اگر این فقط DDCTP داشته باشه، زمانی که نیاز به CTP در اینجا هست همه DNA ها متوقف میشن. اولین C یعنی به اولین G رو رشته مقابل که میرسه میخواد C رو بذاره دیگه نداره، نمیتونه ترمینیت کنه. تو اولین گوانینی که وجود داره همه رشته ها متوقف میشن. خب بعد ما نمیخوایم اتفاق بیفته، ما میخوایم رشته ها به صورت رندوم در نقاط مختلفی که G وجود دارد متوقف بشوند که ما بتونیم تشخیص بدیم که چه اتفاق میفته. پس تو این DNTP ها من همه DNTP ها رو دارم، 10% یه دونه از اون DNTP ها DDCTP دارم. همه DNTP ها رو دارم، 10% DTTP DDTTP دارم و همینطور در مورد اینها. و حالا DNA پلیمراز رو هم اضافه میکنم. چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقی که تو این تصویر هست. این تصویر رو نگاه کنید، تصویر خیلی خوبیه. میگه این رشته آبی اون رشته‌ایه که من میخوام تعیین سکانسش کنم. حالا این معمولا یه DNA 2 رشته‌ای بوده، ولی وقتی ما آنزیم DNA پلیمراز و چیزای مربوطه رو اضافه میکنیم بهش، به هر حال اون هلیکازه میاد، همه آنزیما هستن، هلیکازه میاد این دو تا رشته رو از همدیگه باز میکنه. حالا تو حالت بیولوژیک توی سلول تو آزمایش خورده متفاوت و شروع میکنه به ساختن. این اولش من وقتی میخوام این کار رو انجام بدم باید یه پرایمر داشته باشم، چون DNA پلیمرازها بدون پرایمر کار نمیکنن. معناش اینه که من باید تیکه اول اینو سکانسش رو بدونم که بتونم براش پرایمر درست کنم. که اینم خودش سوالیه که من از شماها میخوام بپرسم. من نمیدونم سکانس دی ان ام چیه. وقتی نمیدونم سکانس دی ان ام چیه، اگه میدونستم که نرفتم سکانسش کنم. وقتی نمیدونم سکانس دی ان ام چیه، چطوری یه پرایمری براش درست کنم که مکمل اون باشه؟ این خودش بحثیه. اینو گوشه ذهنتون نگه دارید، بعداً به من جواب بدید. حالا فرض کنید که من از این جعبه جادویی یه چیز در آوردم، اون سکانس رو گذاشتم اونجا. یه پرایمر، این پرایمر من این قرمز است که اینجا قرار گرفته، مکمل این حدود مثلا فرض کنید 20 تا نوکلئوتیده. اینو میام اضافه میکنم به این رشته‌ای که اینجا هست، آنزیم دی ان ای پلیمراز هم اضافه میکنم. اتفاقی که الان داریم اینجا می‌بینیم در رشته DDG دارد اتفاق میفته. چه اتفاقی میفته؟ آنزیم دی ان ای پلیمراز میاد میگه اولین C رو میبینه، میگه من در برابر تو باید چی بذارم؟ G بذارم. فکر کنید چه G رو انتخاب میکنه؟ DGTP رو انتخاب میکنه، DGTP رو انتخاب میکنه یا DDGTP رو انتخاب میکنه؟ رندومه، هر کی دم دستش بیاد. اگر نسبت این به این 9:1 باشه، چقدر شانس وجود داره این انتخاب کنه؟ چقدر شانس وجود داره این انتخاب؟ 90% DGTP رو انتخاب میکنه و رشته امتداد پیدا خواهد کرد. 10% DDGTP رو انتخاب میکنه و رشته امتداد پیدا نخواهد. اینجوریه دیگه. خب حالا فرض کنیم این رشته‌ای که من دارم میبینم اون 10% باشه. در ضمن دقت هم بکنید وقتی داریم دی ان ای سکانس می‌کنیم یه رشته که نیست، یه دونه که نیست. من دی ان ای رو اومدم از سلول استخراج کردم. حالا بعداً خواهیم دید که این دی ان ای باید پی سی آر هم بشود. اون قطعه‌ای که می‌خواستیم سکانسش کنیم باید زیادش کنیم و خالصش کنیم، اون رو بریزیم توی لوله سکونسینگ
به همین خاطر به این شیوه میگن PCR سکونسینگ. حالا بدون PCR هم یه روش‌های وجود داره ولی اون روش‌ها منسوخ شدن. اول باید زیادش کنی. وقتی زیادش می‌کنی معناش اینه که از این رشته آبی من میلیون‌ها عدد تو لوله آزمایش هم دارم، یه دونه نیست. من حالا توی این تصویر اون یه دونه ای رو انتخاب کردم که از قضا همون DDGTP اومده اینجا قرار گرفته. 10% رو. چه اتفاقی میفته؟ یه دونه جی اینجا اضافه میشه. بعد چی میشه؟ هیچ. دیگه این رشته ادامه پیدا نمی‌کند چون این اوهاش مربوطه رو نداره، ترمینیت میشه. چین ترمینیشن اینجا صورت میگیره. خب بعداً هم من قطعه‌ای که خواهم داشت همین قطعه‌ایه که حالا باید پیداش کنم. دی ان ای دومی از اون میلیون ها این اتفاق براش نمیفته. وقتی که اینجا این رشتهمون در حقیقت هست، حالا فرض کنیم مثلا پرایمر تا اینجا قرمز بوده، مثلا آ رو در نظر بگیرید. اولین جی رو که میذاره جی نورمال میذاره، بقیه‌اش هم که نورمال دیگه. توی اون لوله من تیم نورمال، سیم نورمال، سیم نورمال، تی و سی نورمال، میرسه به جی بعدی، میرسه به سی بعدی، در برابرش جی میذاره و این 2 مرتبه 10% شانس داره که ترمینیت بشه در اینجا، 90% شانس داره که ادامه پیدا کنه. اینم ترمینیت شده اینجا. بعدیش این سی بعدیه، 2 مرتبه 10% شانس داره که ترمینیت بشه، 90% امتداد پیدا کنه. بعدی سی بعدیه، بعدی سی بعدیه و الی آخر. من این روندو که ادامه بدم، پایان مثلا 1 ساعت این پروسه‌ای که انجام شده چی خواهم داشت؟ قطعات مختلفی رو دارم که در انتهاشون DDGTP وجود داره و هر کدومشون یه جایی متوقف شده. هر کدوم رو یکی از این سی ها متوقف شده. چون 90% احتمال داشته که در سی های قبلی متوقف نشن، روی این متوقف بشن و یه میکسی از اینها به وجود اومد. میکسی از قطعاتی به وجود اومده که در انتهاشون یه ترمیناتور وجود داره. به این ترمیناتور هم میگیم. ترمیناتور یاد فیلم آقای آرنولد هم میتونید بیافتید. اینا ترمیناتور هستن در اینجایی که وجود دارن. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این ترمیناتورهایی که اینجا هستن قیافه‌شون رو نگاه کنید. این ترمیناتور وقتی ترمینیت کرد دیگه ترمینیت شد، ریورسیبل نیست که من بگم ها یه لحظه متوقفش کن، خب حالا برو ادامه پیدا کن. RT یا ریورسیبل ترمیناتور نیست. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه توی نکست جنریشن سکونسینگ ترمیناتورهایی درست کردن که این ترمیناتور یه لحظه متوقف میشه، ما ازش عکس میگیریم، بعد یه نور بهش میتابونیم باز میشه، ادامه میده مسیرش. به اونها میگن ریورسیبل ترمیناتور. پس ترمیناتورهایی که آقای سنگر داره اینجا اکسیژن ندارن دیگه، نمیشه اینجا اکسیژن رو بعداً بهشون اضافه کرد. به اینها میگیم ترمیناتورهای دائمی یا ایریورسیبل ترمیناتور. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته. من لوله‌های مختلف دارم. لوله A دارم که توش DDATP داره، لوله C دارم که توش DDCTP داره، لوله G دارم که توش DDGTP داره، لوله T دارم که توش DDTTP داره. تو همه اینها اومدن این کارو انجام دادن و این اتفاق تو همه اونها افتاده. تو یکی در G متوقف شده، تو یکی در T ها متوقف شده، یکی در A ها متوقف شده، تو یکی هم در C ها متوقف شده. قطعات رو میام روی ژل رانشون میکنم. اونهایی که کوچولوترن سریعتر حرکت میکنن، اونهایی که بزرگترن دیرتر حرکت میکنن. و بعد میام نگاه میکنم، میگم ببین این که سکانس پرایمر من. خب کوچکترین چیزی که من داشتم پرایمر منه به اضافه یه نوکلئوتید. اون یه دونه نوکلئوتید تو کدوم کاناله؟ میگه تو کانال تیه. پس میگم اونجا روی تمپلیت هم چی وجود داشته؟ A وجود داشته. دومیش که یه دونه نوکلئوتید بزرگتره تو کدوم کاناله؟ تو کانال A. پس اونجا توی اون رشته مربوطه تی وجود داشته. حالا این سکانسی که اینجا نوشته رو خود رشته که داره ساخته میشه نوشته، بعد گفتم من مکمل اینو میام نگاه میکنم و همینطور تا این بالا میایم و میفهمیم که دونه دونه چه نوکلئوتیدی اضافه شده و طول قطعمون رو خواهیم دید. انجام این کار لازمش اینه که من 4 تا لوله داشته باشم. الکتروفورز هم اینقدر خوب باشه که با یه دونه نوکلئوتید بتونه فواصل رو نشون بده. و مطلب دیگه‌ای که وجود داره این هستش که وقتی این کار رو انجام میدم بتوانم این قطعات رو ببینم. چطوری میتونم این قطعات رو ببینم؟ دی ان ای خودش که رنگ نداره یا مثلا چیزی نداره. ما الان دی ان ای وقتی پی سی آر میذاریم چیکارش میکنیم که دیده بشه؟ حالا بعداً اگر که پی سی آر انجام بدید، محصول پی سی آر رو میایم روی ژل الکتروفورزش میکنیم. ولی شما محصول پی سی آر رو ژل الکتروفورز کنید چیزی دیده نمیشه. باید بیاید یه رنگی بهش اضافه کنید که وقتی این رو میاید روی مثلا نور یو وی میذارید روشن بشه براتون. یعنی که چیزی دیده نمیشه همینجوری روی ژل من روش کنم. تو پی سی آر ما چیکار میکنیم؟ یه رنگی به اسم اتیدیوم بروماید که میاد بین دو تا رشته قرار میگیره. وقتی این روی نور یو وی قرارش میدید میتونید ببینید باند هاتون رو. اینجا آقای سنگر چیکار میکرد؟ این مال زمانی که مقدار خیلی زیاد باشه.
خیلی زیاد باشه. این قطعاتی که اینها توی سنگر سکونسینگ گرفتن اونقدر زیاد نبود، اتیلیوم بروماید اون زمان وجود نداشت. میومدن چیکار میکردن؟ میومدن اینا رو رادیو اکتیوشون میکردن. چی رو رادیو اکتیو میکردن؟ همون دی ان تی پی ها رو. دی ان تی پی ها رادیو اکتیو میکردن، بعد یه چیزی درست میکردن، فیلم رادیوگرافی روش میذاشتن، عکس میگرفتن ازش. بعد چی مشاهده میکردن؟ این رو که اینجا دارید میبینید، مثلا این کانال سی، این کانال سی، اون کانال جی، اون کانال تی و اون کانال A هست. خب می اومدن نگاه میکردن عکسی که ازش گرفته بودن، میگفتن خب تو کانال C اولین چیزی که داریم، کوچکترین چیزی که داریم تو کدوم کانال؟ میگه کانال T، پس یه دونه T اینجا اضافه شد. بعد چی داریم تو کانال A؟ پس یه دونه A اضافه شد. بعد تو کانال چیه؟ بعد کانال C. و همینطور دونه دونه اینها رو میخوندن میرفتن بالا. و بعد توی آزمایشگاه قدیمی که میرفتید یه چیزای اینجوری وجود داشت که چیزای سکونسینگ بود، یه خط کش فرقی داشتن از این پایین، میرفتن دونه دونه اینها رو میخوندن تا میرفت اون بالا. این اولین متد سکونسینگ سنگر تو 4 تا لوله انجام میشد، با رادیو اکتیو بود و بعد شما باید دونه دونه اینا رو میخوندید. بعدا اومدن گفتن آقا متد سنگر اینجوری بخوایم انجامش بدیم خیلی دردسر داره، دستی انجام دادنش خیلی سخته، ما باید بیایم یه کاری بکنیم که این روند یه خورده راحت تر بشه. اومدن چیکار کردن؟ به جای اینکه رادیو اکتیو لیبلش کنن و از روش بخونن، گفتن ما میایم یه کار دیگه میکنیم. حالا این چیزی که اینجا هستش به این صورت رنگ ها دارید میبینید، مثلا اینجا ایر بوده، اومده یه رنگی بهش داده، یه پیک گذاشته براش، ولی عملا این نسل بعدی رو داره نشون میده بهمون. گفتم ما یه کار دیگه میایم میکنیم. اولا به جای اینکه بیایم دی ان تی پی ها رو لیبل کنیم، یه چیز دیگه رو لیبل میکنیم. چی رو لیبل کنیم به نظر شما؟ متد بوست دای دی ان تی پی رو لیبل میکردن. یکی اومد گفت آقا بیایم پرایمر ها رو لیبل کنیم. پرایمر رو لیبل کنیم، مثلا ارزون تر میشه. اومدن پرایمر رو لیبل کردن. خب اینم مثلا همون میشه دیگه، یعنی باز من باید بیام روی ژل نگاه کنم. یه آدم باهوش که من نمیدونم کی بود گفت بیایم ترمیناتور رو لیبل کنیم. ترمیناتور رو لیبل کنیم. گفتم خیلی خوب، ترمیناتور رو لیبل میکنیم. چه فرقی میکنه؟ فرقی نمیکنه دیگه. حالا من چه لیبل کنم؟ چه نوکلئوتید این وسط رو لیبل کنم؟ چه اینو لیبل کنم؟ مزیتی نخواهم داشت. اون کسی این کار کرده بود، نه یه مزیت. چه مزیتی داره؟ مزیتش اینه که اگه ترمیناتور رو لیبل کنی دیگه 4 تا لوله لازم نیست، یه لوله لازم. یه لوله لازم. گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ من اگه همه اینها رو بیام قاطیشون کنم با هم دیگه، همه اینها رو بیام توی لوله بریزم، چطوری میفهمم که کدومشون تو کدوم کانال متوقف شده؟ من الان روی این میام میگم این تو کانال T بوده، این تو کانال A بوده، این تو کانال G بوده. حالا شما همه اینا رو بیارید رو هم دیگه، یه عالمه قطعه کوچولو کوچولو، من کجا بفهمم که کدوم یکی ترمینیت شده با کدوم یکی؟ گفت من اصلا از رادیو اکتیو دیگه استفاده نمی‌کنم. لیبلی که من به اینها میزنم لیبل فلورسنت با 4 تا رنگ مختلف. لیبل فلورسنت با 4 تا رنگ مختلف. فلورسنس مثلا سبز، فلورسنس قرمز، و فلورسنس یه رنگ دیگه، فلورسنس یه رنگ دیگه. اگه اینا 4 تا رنگ مختلف داشته باشن، من 4 تاشو توی یه لوله انجام بدم، از رو رنگش میفهمم که مال کدوم لوله است. 4 تا لوله شد یه لوله. لیبلینگ از لیبلینگ دای پرایمر و دای دی ان تی پی شد لیبلینگ ترمیناتور، دای ترمیناتور از رادیو اکتیو تبدیل شد به فلورسنت. 4 تا لوله شدن یه لوله. حالا من بر اساس این دیگه لازم نیست 4 تا لین مختلف داشته باشم، 4 تا خط مختلف. اگه اینجا قرمز داشته باشم میدونم میدونم در تی متوقف شدن چون تیمو قرمز کرده بودم. اگه آبی باشه میدونم سی رو قرمز، سی رو آبی کرده بودم. اگه سبز باشه میدونم ای رو این کارو کردم، و اگه مثلا این رنگ تیره باشه میشه جی. این امکان اتوماسیون رو فراهم آورد. همه رو توی لوله انجام میدادن با متد اکسی دای ترمیناتور. رادیو اکتیو هم دیگه نداشت. یه نور لیزری هم اینجا بود که سریع میومد اینها رو میخوند. مثلا نمونه های 1 2 3 4 5 تا نمونه مریض رو تو 5 تا لوله انجام میدادن، یا 10 تا رو یا 100 تا رو، بعد میبادن روی ژل ران میکردن. بعد اینجا هم یه نور لیزری بود که سریع میرفت و میومد میخوندش که هر کدوم از اینها در حقیقت چی هستن و به صورت یه سری پیک اینها رو میومد ترسیم میکرد. این شد متد اتوماتد دیده اکسی که بسیار انقلابی بود در اون زمانی که اتفاق افتاد و پروژه ژنوم انسان رو با این انجام دادن که البته 10 سال هم طول کشید. اون حجم بالای قطعات رو اومدن با این انجام دادن. و اون چیزی که اینجا وجود داره رو بهش گفتن که در حقیقت کروماتوگرام. و بعد حالا این کروماتوگرام هایی هستش که حالا این مال یکی از کارهایی که بچه‌ها اومده بودن سکانس کرده بودن. حالا بهتون نشون میدم. کروماتوگرام های خوب چه کروماتوگرام هایی ان؟ کروماتوگرام هایی ان که پیک های واضح داشته باشن. اما اگر که مثلا اینی که الان اینجا دارید میبینید که مال تز یکی از دانشجوها بود، خوبه نسبتا پیکاشو نگاه کنید واضحه. من میبینم اینجا مثلا 30
آبی خودش این بالا C گذاشته، اینجا دو تا T بودن، اینجا 2 مرتبه C بوده، اینجا A بوده. یه جاهایی یه پیکای کوچولوی مزاحمی هم داریم، چون ممکنه اوورلپ پیدا کنن یا محصولتون خالص نباشه، ولی به هر حال قابل خوندنه. ولی اگر که اون محصولی که میدید قاطی باشه، دو سه تا محصول PCR با هم قاطی شده باشن، دیگه وضعیت خوب نیست و ممکنه قراقاتی چیزهایی رو ببینیم که این از اون چیزای تکنیکالیه که باید اینجا مورد بررسی قرار بگیره. یا مثلا فرض کنید که بعضی از این چیزایی که اینجا میبینید خوب نیست. خب کروماتوگرام رو ما چطوری می‌بینیم؟ من یه دونه‌شو چند تاشو آوردم که بهتون نشون بدم، می‌خوام یه تمرینم باهاش انجام بدید. یه نرم افزار بسیار بسیار ساده داریم به اسم کروماس. همین الان اونایی که لپتاپ دارن سرچش کنن. کروماس. بله من خودم که ژلشو داشته باشم ران کنم که نه، ولی ما سکونسینگ سنگر زیاد می‌فرستیم انجام میدن. نه ما تو چیز که به اصطلاح اگه بخواید سکونسینگ انجام بدید باید یه واکنش نه ما واکنش سکونسینگش رو انجام میدادیم، یعنی اینکه اون محصول مربوطه رو PCR میکنید شما. حالا دو سه تا راه وجود داره برای انجام سکونسینگ. برای انجام سکونسینگ شما باید چند تا مرحله رو برید. مرحله اول این هستش که PCR amplification مثلا اون چیزی که مد نظر هست آفت مثلا DNA. خب اینو پژوهشگر خودش انجام میده، باید امپلیفایش کنه. مرحله دوم این هستش که خود واکنش سکونسینگ رو که واکنش دید اکسی هست انجامش بدید. این میشه سکونسینگ ریاکشن. سومیش هست جل الکتروفورزیس. این سه تا باید انجام بشه. ما الان کاری که اینجا انجام میدیم قبل سکونسینگ امپلیفیکیشن دی ان ای مون رو انجام میدیم، بعد امپلیفیکیشن محصول پی سی آرمون رو سابمیت میکنیم به شرکت هایی که کار سکونسینگ انجام میدن و البته اون شرکت ها معمولا میفرستنش خارج برای الکتروفورزش. این مرحله دومش رو هم میشود انجام داد. این کار سختی نیست، یعنی کیت سکونسینگ رو میگیرید، یعنی همون کیتیه که توش در حقیقت DDATP و DDCTP و DDGTP و DDTTP داره و یه روندی مثل PCR که این قطعات تولید بشن براتون. حالا ما کانادا بودیم این دوتاشو انجام میدادیم، سومی رو میدادیم اون مرکز سکونسینگ بود چون ژلش هر جایی ندارن. نه خیلی سخت نیست ولی دستگاهش هر جایی ندارن، یعنی اصلا طول ژلش بزرگه. مثلا این که ژل سکونسینگ شما بعد اون چیز قدیما تو آزمایشگاه انجام میدن رادیواکتیو، بعد عکس میگرفتن خودشون خطکش میذاشتن میخوندن از پایین، ولی الان کسی اون کارو انجام نمیده. ژل سکونسینگ که هستش یه ژل 30% که شما بخواید هر آزمایشگاهی بخواد برای خودش بره بخره و انجامش بده اصلا به صرفه نیست. و عرضم به حضورتون که یه همچین مثلا فرض کنید که یه همچین چیزی، خب بعد باید خانش لیزر هم انجام بشه. یعنی از نظر تکنولوژیک الان مثلا بعضی از مراکز آوردن، حتی الان یک کسی سنگر نمیخره تشکیلاتشو، جایی که میخوان سکونسینگ انجام بدن ترجیح میدن NGS بخرن. ولی اگر که بخواید انجامش بدید مثلا فرض کنید که دانشکده بهداشت زمانی فکر می‌کنم داشت یکی از شرکت‌های داخلی آورده بود، ولی می‌خواستن بذارن میدن اصلا به صرفه نیست که بخوام ریجنت اینا مصرف کنن رانش کنن بعد اون دستگاه براشون خانش انجام بده میفرستن خارج. الان معمولا جایی که داخل کشور هست الان من بهتون نشون میدم میفرستن اونی که ما داریم مال شرکت ماکروژن کور است. پروسیجریه که ران کردن روی ژلش رو شما برون سپاری میکنید، به خاطر اینکه بخواید کل دستگاهش رو بخرید که مثلا در 2 سال میخواید 10 تا سکونسینگ انجام بدید، این اصلا موضوعیت نداره. مثل اینکه مثلا من برم مثلا فرض کنید یه مزرعه گاو بخرم که بعد از اینها مثلا چرم درست کنم، بعد کارخونه بزنم که مثلا سالی برای خامدان 2 تا چرم، اون گاوا رو از اول بیاید و بزرگشون کنید، بعد بکشید چرمشو در بیارید دباغه کنید بفرستید اونجا، من 2 تا کمشو میخرم از یه جایی که هستش. این به خاطر اینکه ژلش گرون هست و ژل پلی آکریلیک 30% و اون خانشگری که اونجا وجود داره خب به هر حال موضوعیت نداره نمیخرنش، میفرستن اون جایی که حالا ما قبلا خودمون واکنش سکونسینگش هم خودمون میذاشتیم ولی الان میفرستیم شرکت ها انجام میدن. اونش هم میشه گذاشت، انجامش چیز پیچیده نیست ولی در دسترسه. من الان آقای مسلمی زاده و خانم توربشتانی که دارن کار میکنن برای کریسپارشون دائما هی میفرستن سکانس میکنن جواباشو میگیرن. حالا اینی هم که هست الان بهتون نشون میدم مال کارهای مایکرو آر ان ای که قبلا بچه‌ها انجام میدادن. این افزار کروماسه. این افزار کروماس رو وقتی که نصب میکنید یه همچین چیزی هست، رایگان هم هست، اینو نصب کنید رو کامپیوتراتون که این کاری که من میگم رو باید انجام بدید. این یه سری داده‌های سکونسینگیه که مال کارهای دانشجوها بوده، مال در حقیقت این مایکرو آر ان ای بود که امپلیفایش کرده بودن فرستادن اونجایی که سکانس میگیره. خروجی که به ما میدهد اون شرکت مربوطه یه خروجیه که من اینو بهتون نشون بدم دیتاشو.
اون چیزایی که ما فرستاده بودیم من حذفش کنم. اون خروجی که ما بهشون به اصطلاح میدیم به چند شکل برامون میفرستن. اونی که الان من میخوام بازش کنم فایلی که بهش میگن فایل کروماتوگرام، ولی اون شرکت مربوطه یه فایل PDF هم میده که این عکس گرفته از کروماتوگرام خودش و اون گوشه بالا سمت راست هم میبینید اسم کیو نوشته، اسم شرکت ماکروژن کره رو نوشته، ولی ما به واسطه یه شرکت ایرانی این رو براشون فرستادیم. ارزون هم بود نسبتا، خیلی گرون نیست. الان هر ران سکانسی مثلا 500 600 تومانه، به نسبت ارزون. یه فایل تکست هم براتون میفرسته که میگه سکانستون این بوده. عرضم به حضورتون که این رو هم نمیدونم که چیه که باید حالا بازش کنیم، ولی ما کاری که انجام میدیم اینه که خودمون میریم تو کروماس بازش میکنیم یا نرم افزاری مشابه. این الان اون فایلی که باز شد. آقا این فایل رو الان نگاه کنید، ما کروماتوگرام رو میتونیم مشاهده کنیم. نگاه کنید این کروماتوگرام رو الان من از اینجا اسکرول کنم، طول اون قطعه‌ای که ما داشتیم یه چیزی مثلا 70 100 تا بوده. خب اون بالا سکانسش رو میتونید ببینید تا چند رفته، تا 900 و خورده ای رفته. ولی همونطور که میبینید الان این کروماتوگرام رو نگاه کنید بهش، اولش رو نگاه کنید چه جوریه، ماوس رو میبینید شما، خب وسطش رو نگاه کنید چطوریه، آخراش رو نگاه کنید چطوریه، مثلا از اینجا به بعد. اولش کجاست؟ اون جاییه که اون پرایمری که ما داشتیم ما با PCR رو امپلیفای کرده بودیم. وقتی با PCR امپلیفای می‌کنید دو تا پرایمر، این یه قطعه است، دو تا پرایمر دارید، یه پرایمرتون اینجاست، اینو تو بیوانفورماتیک یادتونه دیگه داشتیم ها، پرایمر یه دونه این برای این بدون اون برای. وقتی می‌خواید سکانسینگ رو انجام بدید با تک پرایمر انجام میدید، یعنی یک بار با این پرایمر و یک بار هم با اون پرایمر. دیگه امپلیفای نمی‌شود تک پرایمری. بعد اولین چیزی که من اینجا دارم می‌بینم مثلا اینجا که اون بالا مثلا دو تا سی، ولی قابل اعتماد نیست. میگه من به این وقتی اضافه کردم دو تا سی اضافه شد. یا مثلا دو تا جی اضافه شد. خب بعدش چی اضافه شد؟ بعد مثلا دو تا تی اضافه شد و همینطور الی آخر کنیم. این تیکه اولش که تا حدود 30 تا نوکلئو تا حدود 20 تا نوکلئوتید بعد از این پرایمر هست، کروماتوگرامش رو نگاه کنید. این اصلا قابل قبول نیست. یعنی اون مقداری که وجود داشته اونقدر نبوده که ما با اطمینان بتونیم بگیم که درست خونده. بعد از این که حدود مثلا لیست اینها پیکام خوبن نسبتاً. خب بعد این مقدار زیاد شده. حالا چرا این ارتفاعش کم بوده اونها ارتفاعش زیاد شده؟ برمیگرده به اون مقدار فرآورده‌ای که داشته تولید می‌شده. به نظر میاد که در اون ابتدا مقدار فرآورده‌ای که ما داریم کمه. چه فرآورده‌ای کمه؟ فرآورده‌ای که ترمینیت شده باشد به نظر میاد مقدارش کمه. که حالا شما برید روش فکر کنید بگید چرا کمه مقدارش. و بعد اینها شروع کردن به زیاد شدن. اینجاها سکانسینگمون نسبتاً خوبه. با این حال این زیر رو نگاه کنید، یه چیزای اضافی هم این پایین وجود داره. چیزای اضافی هم این پایین وجود داره. چرا اینها وجود دارن؟ به خاطر من که محصول PCR که ما فرستادیم خالص نبوده. مثلا توش پرایمر دایمر چیزای دیگه هم داشته، اونها سکانس دادن بهمون یا قاطی شده، ولی اینها اونقدر مزاحمت مثلا این پیک در مقایسه با اونی که اون بالا هست اصلا مزاحمتی برامون ایجاد نکرد. بعد این آنزیم رفته این آخراش از نفس افتاده. این آخراش که قاطی شده دیگه از نفس افتاده، چون آنزیم‌های تک معمولا تا 800 تا 900 تا رو خوب میتونن برن، تک‌های معمولی. اگه بخواید قطعات طولانی تر داشته باشید بعد از تک‌های دیگه استفاده کنید و اینجا هم دو مرتبه قابل اعتماد نیست. حالا من اینی که اینجا نگاه می‌کنم این ارسال قابلیتایی داره. مثلا من بخوام این چیزایی که ریز هستن اینجا رو ببینم، این چیزایی که اینجا ریز هستن رو ببینم، مثلا میتونم ارتفاعش رو زیاد کنم ببینم چه جوریان. بخوام بیارمشون پایین مثلا اینجوری بشه. خب این بالا رو هم نگاه کنید، چند تا کنترل ساده است. مثلا من می‌خوام واضح‌تر ببینم، دارم زوم می‌کنم روشون، اینطوری دارم زوم آوت میکنم که همش دیده بشه. بعد این بالا این سکانس ها رو میبینید یه باکس کوچولویی بالاش هست. این باکسش فکر کنید چی رو داره نشون میده؟ که اینجاها پره، یه جاهای مثلا این تی که اینجا هست خورده پایینه. تقریبا یه جور کانفیدنس شدت سیگنال به اضافه بعضی از چیزهای دیگه است. مثلا این تی که من اینجا دارم میبینم اینه ارتفاعش، خب ولی این خورده بالاتره. حالا این رو من الان نحوه محاسبش یادم نیست، ولی باید اگه سیگنالمون واضح و بدون بک‌گراند باشه این خوب میشه. اگر که مثلا چیز نباشه، بک‌گراند داشته باشه، این افزایش پیدا می‌کنه. حالا این نرم افزار الان قابلیت رو به ما میده که من بیام اینجا چیکار کنم؟ اکسپورتش کنم به شیوه‌های مختلف. شیوه‌هاش اینان. از این فرمت‌هایی که اینجا هست کدومش رو میشناسید؟ فست رو میشناسید، ولی یه چیزی هم داره به اسم فست کیو که خیلی فرمت مهمیه و چند تا فرمت‌های دیگه‌ای که اینجا هستن. حالا من کاری که می‌خوام شما انجام بدید اینه که من دوستا از این فایل‌ها رو بهتون میدم، می‌خوام سکانس رو ازش اکسترکت کنید، ولی قبل از اینکه این کارو انجام بدیم
اینو نگاه میکنید CCTTATT آیا این به نظرتون قابل قبوله؟ ببینید من انجام بدم این رو یه لحظه نگاه کنید. اینو یادتون باشه CCTTATT. خب نگاه کنید اینجا من اکسپورت میکنم. اکسپورتش رو هم به صورت این گفته لاین. حالا من همون لاین رو میزنم. خب میگم exp1. خب اکسپورتش کردم الان. بیام این فایل رو نگاه کنید. اولا این فایلی که اینجا هست اگه من روش کلیک کنم اینو مثلا نمی‌شناسم با چی بازش کنم. این فایل‌ها همشون فرمت تکست دارن. پس با چی باید بازش کنم؟ با چی بازش کنم؟ با نوتپد بازشون میکنم. میگم مور اپس پس این باز نمیشه. بعد بیام اینجا بگم با نوتپد بازش کنم. اینجا بود آفرین. میگم با این بازش کن. اینو بهم نشون میده. سکانس رو می‌بینید چی نوشته؟ CCTTATT. خب یعنی از کجا برداشته شروع کرده؟ از اینجا. اوکی به نظرتون؟ اوکی نیست چون من دارم میبینم اینجا کروماتوگرامش خرابه. اون یه چیزی برای خودش برداشته آورده. اون سکانس من یک نویزه و احتمال غلط بودن داره. این طرفش رو تو کجا رفته؟ اینجا نگاه کنید. AGG. خب این الان به نظرتون این قابل قبوله؟ او نگاه کنید تهش من دارم بزرگش میکنم. اصلا قابل قبول نیست. قراقاتی تو همدیگه ریختن. ولی این سکانس الان اگه من این نوتپد رو نگاه کنم میبینم تا کجا رفته؟ تا AGG. پس من قبل از اینکه اکسپورتش کنم یه کارهای بیشتری باید روش انجام بدم. به نظرتون باید چیکار کنم؟ آفرین. توی اینجا توی ادیت چیزی میتونید پیدا کنید که به درد من بخوره. جلوتر بشین بهتره. اسکرین شات بگیرم ازش. نمیشه. دیده میشه حالا. ها چیه باید بزنم؟ لاو نیست. لاو عشقه. لو کوالیتی. تریم لو کوالیتی. الان تریم لو کوالیتیش روشنه. یعنی این قابلیت رو داره که اون جاهایی که کوالیتی خوبی ندارن رو خودش تریم کنه. برمیگردم اینجا میگم تریم لو کوالیتی. خودش میاد بر اساس این اسکورایی که داره یه چیزا رو حذف کنه. حالا اگر که من الان این رو اکسپورت کنم اینا رو باید انجام بدید. خب اسمش رو میذارم exp2 نگاه کنید الان اکسپورت کردم. الان از کجا شروع شده؟ از AAAGAC. ببینم درسته؟ exp2 از AAAGAC. داریم چیکار میکنیم؟ داریم کار با کروماس رو یاد میگیریم. الان باید یاد بگیرید. جای دیگه ای فرصت یاد گرفتن نخواهد. هرچند این سیستمز بیولوژی نیست، این بیسیک سکونسینگ. خب ولی من به این نگاه میکنم اینهاش هم خوب نیستن. این ورش رو ببینم چجوری تریم کرده. تا اینجا تریم کرده. یعنی آخرش شده GAG. سکانس رو نگاه کنید. نه این بود برش دارم از اینجا. آخرش رو نگاه کنید. GAG. در حالی که اینم خوب نیست. یه راهش اینه که من بیام از اینجا سرچ کنم، سلکتش کنم که کار حالا میشود انجام داد. ولی یه کار بهتر چیه؟ خودم بیام بهش بگم که کجاها رو تریم کن. خب حالا من الان میخوام بگم که تا اینجا رو تریم کن تا اینجا رو. خب بهتونم نمیگم چجوری انتخابش کردم. پیداش کنید. این برام بیاید اینجا بگم که خب الان اینجوری که تریم کردم کل شما تریم شد. صبر کنید برمیگردم اینجا الان همش تریم شد. نگفتم حالا خودم گیر کردم اونوریشو چجوری میگرفتم یادم نیست. اونو شما پیدا کنید. چجوری این رو می آوردیم این طرف؟ این میشه رایت تریمش تا اینجاست. لفت تریمش رو ببینم پیداش کنید. خودم یادم نیست. با الت چی؟ گفته شورتکاتشو؟ نه این دوتا چیز دیگه است. کلیره یعنی این که تریمو برش دار. حالا اینی که من رو اینم کلیرم تریم نشود. خب پس شما کروماس جدید رو دانلود کردید.
شما کروماس جدید رو دانلود کردید. خب اگه ست داشته باشه راحته. خب حالا قسمت‌های سمت چپ و راستش رو تریم کنید. کلیر تریم به این معنا نیستش که پاکش کن. کلیر لفت تریم بزنم اینه که از تریم خارج میشود، نه اینکه پاکش کن. خب اگر میخواید، من شیفت رو دارم میگیرم الان، روی شیفت اونوریش رو یادم نیست چجوری پیداش کنید به منم بگید. اگر میخواید دلیتش کنید میزنید دلیت تریم سیکونس، ولی همین که من الان تریمش کردم حتی بدون اینکه دلیت کنم اگر اکسپورتش کنم دیگه اون تیکه اول رو برام نمیاره. خب اگه میخواید کلیرش کنید، اگه کلیر یعنی تریم پا، اگه دلیت میخواید بزنید توی اینو بزنید که دیگه اینجا نباشه. خب حالا کاری که میخوام بکنم اینه چند تا سکانس بهتون بدم، شما بازش کنید تو کروماس، نگاه کنید تو کروماتوگرامش، قسمت‌های خوبش رو پیدا کنید، قسمت‌های بدش رو پیدا کنید، ترمیمش رو هم پیدا کنید و اکسپورت کنید. حالا اکسپورت که میکنید اینو میخوام یاد بگیرید، به همه این فرمت‌ها اکسپورت کنید. این یه تمرینیه برای یاد گرفتن فرمت سکانس. ما الان تنها فرمت سکانسی که بلدیم چیه؟ فست ای، به البته فرمت پلین که اون خط اول فست ای رو نداشته باشه. مثلا من الان اینو بیام فرمتش اکسپورتش کنم، یه اسم فصلی هم بنویسم که یادم نره، چی به من خواهد داد؟ اینو خواهد داد. آیا این فرمت فصلی دارد یا ندارد؟ دارد، چون این خط اولو داره. اما اگر این رو اینجا نگاه کنید، اینش مهمه. اگه این رو به فرمت فست کیو اکسپورت کنم، یه چیز دیگه ای خواهد شد. این فرمت فست کیو، این سکانسه. اولا برخلاف فرمت فستی با چی شروع میشد؟ فستی با چی شروع میشد؟ با این علامت شروع میشه. فرمت فست کیو با چی شروع میشه؟ با این علامت شروع میشه. بعد یه توضیح داده، بعد این سکانسمونه، بعد زیرش یه اسم نوشته، بعد شروع کرده به نوشتن اینها. اینا چی هم؟ چی اینا نوشتم؟ میخوایم برید اینو انجام بدید و بعد من بگید که فرمت فست کیو چه فرمتیه و همه مطالعات NGS بر اساس فرمت فست کیو گزارش میکنن برشون. اینی که اینجا الان دارید میبینید، من این فرمت فستی که اینجا هست، الان اینی که سابمیت شده، میتونم تشخیص بدم مثلا این تی کوالیتیش چقدر بوده، خوب بوده، بد بوده، نبوده، میتونم تشخیص بدم. نه، به خاطر اینکه کوالیتی رو که تو فرمت فستی نمیاره. اما اینی که الان دارم در فرمت فست کیو میبینم، هر کدوم از این حروفی که اینجا وجود دارن نشان دهنده کوالیتی نوکلئوتیدیه که این حرف معادلش هست. و بعد اینجا ما میتونیم بیایم یه کاری انجام بدیم، بگیم توی این فرمت فست کیو از یه سری کاراکترهایی که بهشون میگیم کاراکترهای اسکی داریم استفاده میکنیم برای اینکه این فرمت فست کیو نگاه کنید با این شروع میشود، بعد اسم اون چیز است، بعد سکانسمونه، بعد یه علامت به علاوه است که میخواد جدا کنه اینو هستم دیگه، بعد این هست. حالا اگر من توی این فرمت این رو ببینم خوبه. اگه مثلا فرض کنید که یه چیزای دیگه ببینم ممکنه که خوب نباشه، که من الان آیدنتیفایر هاش رو یادم نیست و شما باید برید این رو در بیارید و یاد بگیرید. کار سختی هم نمیخوام حفظش کنید، ولی کوالیتی اینجاست. بعد کوالیتی رو چجوری حساب میکنه و بعد چجوری انکودینگ رو انجام میده. میگه انکودینگ که براش انجام میده رو توضیح میده که به اصطلاح کوالیتی اسکور رو چطوری از 0 تا 93 میاد. میگه از کدهای اسکی میدونید چیه؟ اسکی چیه؟ اصلا اسمش شنیدی اسکی رو؟ اسم اسکی نشنیدی؟ نه، اون یه چیز دیگه است. اون اینه. اونو با این اشتباه نکنید. یه آسکی داریم که با او شروع میشه. خب این یه آزمونه. این یه چیز دیگه است، میشه American Standard Code for Information Interchange. یه گروهی از کدها هستن که حالا سالها پیش، من نمیدونم چند سال پیش، اومدن برای این که کاراکترهای مختلف یک در حقیقت جدول عددگذاری شده استاندارد داشته باشن، اینو طراحی کردن. چند تا کاراکتر بود؟ 100 و چند تا یادم رفته خودم، 100 خورده ایه و این کاراکترها اینطوری ان که جدولشون رو من بیارم، تیبل اسکی رو بیارم، یادم نیست. توی جدول میاد میذاره، میگه کاراکتر از 0 شروع میکنه، اول اعداد هستن، بعد
حروف انگلیسی درشت هستن، بعد حروف انگلیسی کوچک هستن، بعد کاراکترهای مثل نقطه و ضرب و منها و تقسیم و فلان و اینها هستن و اینها میشن کاراکترهای اسکی. یه چیز استانداردی که ازش استفاده میشه تیبل اسکی تیبل. اومده یه قسمتی از کاراکترهای اسکی رو برداشته و از اونها داره استفاده میکنه برای نشون دادن در حقیقت اون چیزایی که هستن. حالا من تیکه اولش رو یادم نیست، از 1 2 3 4 5 که شروع میشه 4 تا اسکی رو اینو باید باهاش آشنا باشید. بعد اسکی با یونیکد جایگزین شده. یونیکد ده ها هزار کاراکتر داره که همه اینها استاندارد شدن که وقتی میخواید ازشون استفاده کنید از چی استفاده کنید. این الان گفته که مثلا فرض کنید من این اولیاشو یادم نیست، هر کدومشون یه چیزی ان. بعد از مثلا فرض کنید که از 33 از کاراکتر 33 اسکی این علامته، از کاراکتر 33 اسکی شروع میکنه اون فسکیو، این علامته. بعد 34 اینه، 35 اینه، 36 7 8 9 الی آخر. بعد اشتباه کردم، از 48 0 1 2 3 4 5 شروع میشه تا 9. بعد از 58 به بعد 2 مرتبه این هاست تا 64. از 65 حروف انگلیسی بزرگ شروع میشن میاد تا 90. بعد از 91 چند تا چیزای دیگه است، بعد حروف کوچیک شروع میشن. توی فست کیو از کاراکتر 33 تا 126 رو استفاده میکنه. کاراکتر 33 کدومه؟ اینه تا 126 که اینه. و هر کدوم از اینها نشان دهنده یک سطح کوالیتی هستن برای اون چیزایی که اونجا وجود داره. خب پس شما کاری که باید انجام بدید اکسپورتش میکنید به حالت معمولی، بعد از تریمینگ انجام میدید و اکسپورت میکنید به حالت معمولی، بعد همه اینها رو امتحان میکنید ببینید هر کدومشون چه ویژگی هایی دارن و خودم در موردشون میرید مطالعه میکنید. خب این میشود سکوئنسینگ در حقیقت سنگر که وقتی 12 شد کلاس بعد تموم شد. سنگر متدی بودش که به وسیله اون پروژه ژنوم انسان انجام شد، ولی چند سال طول کشید، حدود 10 سال طول کشید تا پروژه ژنوم انسان رو تونستن باهاش انجام بدن. ایرادهایی که متد سنگر داره اینه که اولا شما باید قطعات رو با ژل جدا کنید اصلا دیگه، خب این زمان بر هست. طول قطعاتی که مثلا 700 تا 900 تاست بد نیست، ولی تا این ساخته بشود و بعد روی ژل رام بشود روند کنده. بعد یه سری مسائل دیگه ای وجود داره. شما اگه یه دونه فرآورده پی سی آر داشته باشید مشکل نیست، میرید با سنگر سکانسش میکنید. ولی اگه یه ژنوم داشته باشید که از قطعات خیلی بزرگی تشکیل شده، در سنگر شما 700 تا 900 تا میتونید بخونید. حالا فرض کنید کروموزوم 1 که 250 مگابازه، اگه من بخوام برم سکانسش کنم 250 میلیون بازه. اینم تقریبا 1000 باز رو در هر ریدش میخونه. چند تا واکنش سنگر باید انجام بدم که اینا رو بتونه بخونه؟ 250 میلیون باز چند تا واکنش سنگر باید بذارم؟ 250,000 تا سنگر باید بذارم که بتونم این رو بخونمش. بعد 250,000 تا میذارم، بعد مرتبشون کنم دونه دونه بدونم کدومشون کجاست توی اون دی ان ای مربوطه و بسیار بسیار دشوار میشه. و همین خاطر پروژه ژنوم انسان با سنگر انجام شد، حدود 10 سال طول کشید. یکی از اهداف پروژه ژنوم انسان این بود که متدهایی ایجاد بشود که بشود این سکونسینگ ژنوم‌های بزرگ رو بهتر انجام داد و سریعتر انجام داد و اون منجر به در حقیقت ابداع روش‌هایی شد به اسم NGS ها یا Next Generation ها که بعد از میرفت Second Generation شد، Third Generation هم اضافه شد که اینها این قابلیت رو داشتن که بتوانن مسیولی پارالل سکونسینگ انجام بدن. یعنی بتونن تعداد خیلی زیادی قطعه رو به صورت همزمان در حقیقت انجامشون بدن که حالا شد این داستان سکونسینگ پلتفرم‌ها که می‌ذاریم جلسه آینده در موردش صحبت کنیم. سامانن NGS اون برای جلسه بعد، ولی این ابتداش شما باید در واقع باش آشنا می‌شدید که صحبت کردیم. خب حالا من یه ایمیل بعد به من بزنید که من یا اگه فلش بخواید بدید که این چیز رو بریزم براتون، من این رو قطعش کنم. ختم کلاس جلسه 2.